السلام علیکم دامنای عزیز. سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟ آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند، پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچوکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما همین قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند، میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکند. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرده است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است. اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخر؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاورهای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدم کلان موره چشمی را میبینید، از چشم نگاه میکنند. اونا قدرت ندارن آخر. شما با اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینید. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآرد. این موره چشمی چی از خودش آخر؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانت کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد. از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانید، آیت الکرسی بخوانید، در وجود خود چکار کنید؟ دم کنید، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنند. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنید. در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود. یک خاری کلانی هست که همتا دروازه همون بری بالا در کشال کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد، شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما ای چی هستین؟ ای پروردگارا، فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است، اینا را وقتی شما برای مثال حمایه اختون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ به اینا دیگر فریفته نشین، به اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستند. اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کن امروز ای گنجینه جوست. مالدارها را خطاب دارد. پریشان کن امروز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی، صاحب گنجینه هستی، صاحب صندوق هستی، پریشان کن امروز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلید میگیرند، کنون بر کفی دست نه هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی.
حسرتی میشوی، دیگر پشیمانی فایده‌ای ندارد، هیچ فایده‌ای ندارد. چگونه که یک قصه را از غزل‌های جنونی ما برای شما بیان کردم که روز قیامت سه طایفه در حسرت هستند، حسرتی هستند. بر روز سوی یاران گفت حضرت و سه طایفه در حشر از حسرت. سه طایفه در روز قیامت حسرتی هستند. یکی آن خواجه باشد به عصیان، غلامی او به طاعت‌های سبحان. غلامش را برم بر سوی جنت، به دوزخ می رود خواجه به حسرت. یکم طایفهش کی بود؟ همون کسانی که امروز زیر دست دارند. امروز اداره داری، بالای چند نفر سرداری، امروز دکان داری، بالای چند نفر سرداری. مقصد کدام شما امروز در زیر دستان زیر دست دارین، معاشخور دارین، نانخور دارین؟ شما امروز باید که در برابر همون معاونهای خود و در برابر همون کارگرای خود باید پروردگار عبادت کنید. زیرا روز قیامت میگد همون سردارهایی که عبادت نکردن و زیر دستهای او عبادت کردن، زیر دستها را جنت میبرند، خوجینا را دوزخ میبرند. دوم کیست؟ آن که غنی ممسک بمیرد، همه مال او را وارث بگیرد. کند وارث از آن خیر و سخاوت، رود از مال ممسک سوی جنت. دوم غنی ممسک بمیرد، آدم پولداری که در دنیا بار هم یک همسایه را یاردم نکرده است، یک یتیم خانه را یاردم نکرده است، دستی یگان بیچاره و ناتوان نگرفته است، فقط توپ کرده است. گفتی حضرت سعدی کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زن از پا دیگری داد. توپ کرد. وقتی از دنیا که گذشت چی میشده است؟ بعد مال در دست وارث میزنه، در دست بچت میزنه، در دست خواهرت میزنه، در دست پدر و مادر و یار و رفیقت میزند. بعد اینها چیان؟ اینا خیلی انصاف داشتهاند، اون مال جمع شده را میگیرن و بعد در راه خدا صرف میکنن. حضرت مولوی جنونی میگوید که این وارث ها چکار میکند؟ از مال این ممسک غنی جنت میرود و رود ممسک به حسرت جانب نار، به افسوس و ندامت گریه و زار. داد میگه، فریاد میزنه که از مال من دیگرها جنت رفتن و من صاحب مال بودم از جنت محروم شدم. بسیار میپیچه. حضرت گفتن شما فریب ساله را نخورین که اگر ساله در کار باشه این گنبد تاری مسجد ما را ببینید، از ساله در کله که داخلش خالی است. باید در علم باید ما چی باشیم؟ عمل کننده باشیم. حضرت سعدی را خدا رحمت کند و میگوید از من بگوی عالم تفسیرگوی را. همون عالمی که تفسیر را میداند، حضرت سعدی گفته است ای حاجی مرزا نترس، نام من بگو، از نام من برسانش، از من بگوی عالم تفسیرگوی را. گر در عمل نکوشی نادان مفسری. تو اگر عمل نداشته باشی تو مفسر نه، تو نادان ترین انسانی. باری درخت علم ندانم به جز عمل، گر در علم عمل نکنی شاخ و ببری. من گفته است درخت علم فقط در میوه هاش میبینم. یعنی اگر علم درخت باشد میوه او عمل است. اگر انسان علم دارد عمل ندارد مثل یک درختی که بی میوه است، مثل همون است. دوم آمدیم که در چی رسیدیم؟ تمام حدیث فمن کان من اهل صلات دعی من باب صلات. کسی در دنیا نمازخوان باشد دروازه نماز در جنت او را فریاد بزده است ای نمازخوان نزد من بیا، نزد من بیا، اینجا جای توست. نمازخانه دروازه ای که به نام نماز در جنت است، وای فریاد میزد است پیش من بیا.